گل پیونی یکی از گل‌های بسیار پرطرفدار و خیلی زیبا است. به هر رنگی میتونید این گل رو بزنید و به نظر من یکی از خوشگل‌ترین گل‌هایی هستش که میتونید روی کیکاتون کار بکنید. خب من برای درست کردن هر یه دونه گل پیونی از این 3 سایز گل و کاترم استفاده میکنم. ردیف اول سایز کوچیک 3 تا، ردیف دوم سایز متوسط 5 تا، ردیف سوم با این سایز بزرگتر بین 5 تا 7 تا. اگه میخواین پرگلبرگ بشه اینو 7 تا بزنید. اگر براتون حالا میخواین که سریع گلتون پیچیده بشه میتونید تا 5 تا تمومش بکنید و اگر بعد اینم که خواستین بزرگتر استفاده بکنید که اینم باز به همین صورت میتونید بیشتر بزنید. پس به صورت فرد 3 5 7 مثلا میتونه 9 باشه. خب برای هر درست کردن هر یه دونه گلبرگتون بچه‌ها شما فقط به اندازه یه دونه گلبرگ خمیر بردارید. یه خمیر زیاد نمیذارین. گفتم بهتون روی صفحتون به خاطر اینکه باز کردن خمیرم برای شما سخت میشه وقتی که زیاد باشه. خمیر رو میذارین روی صفحه و با وردنه بازش میکنید. چون سرده خمیرمون خیلی زود سفت میشه، به خاطر همین از توی صفحه در میادش. اگر دیدین احیانا خمیرتون به صفحه میچسبه میتونید یک کوچولو صفحتون رو با روغن کریسکو چرب بکنید. خب خمیر رو باید انقدر روی صفحه نازک بکنید که اون شیارتون دیده بشه. هر بارم که خمیر رو روی صفحه باز میکنید فقط یه دونه گلبرگ از توش میتونید در بیارید. خب بعد برمیدارم خمیرم و از روی صفحه میذارم که شیارش رو ببینم. من از هر سایز گلبرگم میتونم اینجا براتون استفاده بکنم، محدودیتی ندارم. خب به این شکل اول همین کوچیک‌تر رو میزنم که هر 3 تا سایز رو بهتون فرم دادنش نشون بدم. خب میذارم روی این و کات میکنم. دقیقا از لبه جایی که شیار من شروع شده کاترمو میذارم. یه کوچولو به سیمتون چسب میزنید، خیلی کم. اگه چسب زیاد بود حتما با بغل دستتون چسب اضافهش رو بگیرید. گلبرگتون رو بین 2 تا انگشتتون نگه دارین و سیمتون رو از داخل اون شیار رد کنید. به اندازه 1 سانت فقط داخل شیار میکنید، بیشتر نه. بعد مواظب باشین که پاره نشه گلبرگتون. بعد میذارید توی وینر. قسمتی که فرو رفتگی داره کف وینر شما هست. این قسمتی که شیار داره گلبرگتون پشت گلبرگتونه. پس پشت گلبرگ داخل این وینر قرار میگیره. روی گلبرگتون که شیاری نداره و روی گلبرگ باید به سمت خودتون باشه. یه فشار میده، خیلی زیاد فشار ندین برای اینکه ممکنه از جای سیمتون پاره بشه. به این حالت و میبینین که کاملا شیارا روش افتاد. بعد میذارم روی ابر و سنبه میزنم. خب من از سنبه کوچیک باید استفاده کنم برای این. از این سر ریزش استفاده میکنم. گلبرگ رو میذارم جلو، سنبه رو از بیرون به سمت داخل میبرم، یعنی اینجا نمیذارم سنبه‌مو، از بیرون به سمت داخل میبرم. احتیاج نیست از این ته شروع بکنید به سنبه زدن. تقریبا از وسط کمر گلبرگ شروع میکنیم، از اینجا میریم تا اینور. سنبه رو مثل مداد تو دستتون میگیریم و به این شکل 2/3 سر سنبه روی ابر، 1/3 روی لبه گلبرگتون، یعنی خیلی داخل نمیرید. اگه زیاد داخل برید اینجا چاله میفته و لبه گلبرگتون هم خیلی قشنگ چین نمیخوره. پس فقط روی لبه گلبرگ من به این حالت میکشم دور تا دور که قشنگ فر بخوره. سیمم هم نمیگیرم، چون سیمو که بگیرم وقتی دارم سنبه میزنم بهش فشار میاد و ممکنه از توی گلبرگم در بیاد. حالا اگه بچرخم مهم نیست دیگه، اصلا کاری بهش ندارم. پس به این ها هر جاشو میبینم که دوست دارم بیشتر چین بخوره دوباره روش میکشم به این شکل. یه دونم از بالا به پایین میکشم به این حالت که گلبرگ خودش رو جمع میکنه. وقتی که اینو زدم بعد توی قاشق میذارم به این حالت و میذارم تا 1 شب حداقل توی قاشق بمونه.
بسیار گل خوشگلیه، مخصوصا برای روی کیک‌های عروسی و حالا کیک‌هایی که مناسبتی هستن. گل پیونی یکی از گل‌های بسیار پرطرفدار و خیلی زیباست. به هر رنگی میتونید این گل رو بزنید و به نظر من یکی از خوشگل‌ترین گل‌هایی هستش که میتونید روی کیکاتون کار بکنید.